سال این برجام یا همون زهرجام رو بالاخره ولی فقیه چجوری داد بالا؟ تا آخرشو خورد؟ نصفه خورد؟ چقدرشو خورد؟ بر اساس شواهد موجود میشه گفت که تا قطره آخرشو خورد، اما همین رو هم با درد و دلپیچه فراوون داد بالا. برای نمونه بعد از اینکه اول زهرجام رو انداخت تو زمین کمیته برجام، اونجا هم 40 روزی تو سر و کله همدیگه زدن و برش گردوندن تو مجلس تا برجام رو به رأی بذارن، قبل از رأی گیری یه جماعت دلواپس از همون سنخ بسیجی دهنگشاد اومدن جلوی مجلس یه پیکنیکی تحت عنوان تحسن غیرت راه انداختن که اولش هم خیلی دود و دم کرد. اولین بار یک طلبه قومی تجمعی را مقابل مجلس آغاز کرد. تحسن خودم را به همراه همسر و 3 فرزندم شروع کردم. جمع شدگان میگفتند بحثشان سانتریفیوژ و یا غنیسازی نیست، بلکه برجام را دروازه نفوذ دشمن میدانند. اولش این بسیجیای دلواپس فکر میکردن که پشتشون اون بالا مالا خیلی گرم و آرزوهای خیلی بزرگ در سر داشتند. مطالبات اصلی این تحسن اینه که نمایندگان مجلس باید با این دیپلماسی ذلیلانه برخورد قاطع بکنه. استیضاح آقای ظریف کمترین کاری که باید بکنه. میگه رد برجام، رد قاطع برجام توی مجلس، این وظیفه‌ای که به عهده مجلس است، باید این کار انجام بده. حالا این وسط هم معلوم نبود که کی سر کارشون گذاشته یا خلاصه خرشون کرده، بهشون گفته بود که شما برید شروع کنید، بقیه هم میان. شما راه بندازید، بعد که تو همه شهرها میان کمپین سراسری راه میندازیم و خلاصه از اینجور حرفا بهشون گفته بودن ظاهرا. مراسماتی که اینجا ما هستیم انشالله تو شهرهای دیگه هم تحسناتی برگزار میشه، میپیوندن به این تحسن تا روز یکشنبه حداقل که گزارش مجلس قرار هست قرائت بشه. ما اینجا متحسن هستیم، به مجلس هر روز هشدار میدیم با شعارهای قاطع. حالا چند روز اول هنوز گرم بودن، فکر میکردن کارشون گرفته، آدمای مختلف بهشون سر میزدن و اینا هم دیگه پلاکارد درست کردن و یه پله شعاراشون رو هم تند و تیزتر کردن. افراد مختلفی در این چند روز به این تحسن سر زدند، از این عروس و داماد تا شاعر، هنرمند و چهره‌های سیاسی و فرهنگی. جمهوری اسلامی ایران که توی دنیا به عنوان مبارز اصلی آمریکا شناخته می‌شدش، الان این ناراحتی به وجود اومده در بین همه آزادی‌خواهای جهان که این سنگر و دژ مقاومت داره شل میشه. از مشکلات برجام بحث بازرسی از مراکز نظامی است و امنیتی که ما مطمئنیم ملت اینو نمیپذیرن، قبول نمیکنن. بله شماها همون چیزی که آمریکا میخواد. بله همه بعد که غلط کردیم، انقلاب کردیم، غلط کردیم، جلوی استکبار وایسادیم. حالا این نمایش خیابونی به اصطلاح غیرت که این قدم بزرگش کردن آخرش به کجا رسید؟ ببین از اونجایی که دیگه معلوم شده بود که خود عضوام نظرش اینه که زودتر از شهر این زهرجام لعنتی خلاص بشه، یه دفعه نیروی انتظامی یادش اومد که اصلا اینا مجوز ندارن. بنابراین همون مامورایی که تا دیروز حفاظت تحسن بودن یه دفعه باتون به دست اومدن بالا سرشون که یالا جمع کنید و برید. امروز دستگاه‌های اجرایی از پلیس تا وزارت کشور اعلام کردند این گروه مجوز لازم را برای تجمع نگرفته. پیرو آن امروز تجمع کنندگان با انتشار بیانیه‌ای به کار خودشون پایان دادند. حالا بالاخره این سفره‌ای که پهن کردن و 3-4 روز بعدم جمعش کردن چقدر رو روند بررسی برجام تاثیر گذاشت؟ والا اگر بگم که هیچ تأثیری نداشتم والا زیاد گفتیم. البته تنها تأثیری که گذاشت این بود که هر کسی که اومد توی تحسن اینا صحبت کرد و تقریبا سوزوند. مثلا یک نمونهش شیپورچی دلواپسا تو مجلس یا همون رسایی بود. برجام اگر تایید شود که نمی شود با اون قید و بنده هم انشالله، ولی اگر تایید می شد حمله نظامی آمریکا در 10-15 سال آینده به ما قطعیه. عراق و لیبی تجربه شده، خود اوباما داره میگه رئیس جمهور آینده آمریکا موقعیت بهتری برای حمله نظامی به ایران داره. برجام اگر تایید بشه حمله قطعیه. نمیدونم اینکه 10-15 سال دیگه چه اتفاق میفته رو ما نمیدونیم، ولی اینکه برجام چی شد خیلی زود مشخص شد. طرح اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی شد. مخالفی داره؟ نداره.
245 نفر حضور دارن. باید نامنویسی میکردیم. 245 249 نفر. بفرمایید پایین. شما چه اینجوری میکنی؟ 249 نفر حضور دارن. نمایندگان نظرشون اعلام بفرمایید. صحبت نکنه کسی. پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید و هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری می شود. به این ترتیب تصویب نهایی برجام نشون داد که جناح دلواپسا به هوای اینکه اون بالا مالاها همه پشتشون هستن اومدن با این تعصن یه زوری بزنن که جلوی زهرخوری رو بگیرن، ولی بعد معلوم شد که اون بالا مالاها هیچ کس باهاشون نیست و همه اون بالایی ها رفتن تو فاز زهرخوری.